هون گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر بگدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تو را اینترنتی گوی ناونی شانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه چاری سواتیه گداریا دنگو باسن گرینگ یا وی هفته بکن سروکی ریب کردستانی مسعود بارزانی سیویک چله صلاح الدینی پیشوازی سروکی انجمن کردن سوری ابراهیم برو و سکرتار اونونرین پارتین سیاست یا ناف ینکسی کرد تهدیدنی دا شانت ینکسی بحثا گوتو بیجان و جوین آستانا یا الولات قزاقستانی و الوست آلین بجدار یین درباری پاشروج سوریه دا کرد شانت ینکسی و بحثا چالاکین سیاسی و دیپلماسی خواهیش بو بروانی کردن داخوزین روا ین کردن سوریه کردن سروک بارزانی داخیند که پیامو در فتن خواه پشگریو داخوز و فين جالي كرد سوريا دكان وجود هريم كردستان جدي وك مال وبشتوان خوشك وبراين خوين سوري بمينه سرو كريم كردستاني مسعود بارزاني جويني دا درباري مجارس الخابون كردستاني ورفش سياسي يا هريمي ونرينا ولطن يا درباري جالي كردستان وبشبرجه دا آخوي سرو بارزاني بحثا جافين حضرتون روي وتروري كر وجود جبو تكبرنا تروري وجنابرنا حضرت تروري بيستيا جياني جالي كردستاني هي بارزاني اشكره كر كردستان تجارة نبه بشكل شرعي طایفی یا الهریمی هیه یکی سباتی 13 سالمگر شهید بونا 101 سروک و کادر و امپدکی و یکی یکو تمن روزی دا انجام دو یریش خاکوزی تبلیری دا شهید ببون روز یکی سبات سال 2004 باجاری هبلیری دمو پیروزباین جشنی دا همه دمی دا هر دو بارگین لقاد دو یا پدکی و مالبت دا سی یا یکی دا دو تقین پیک هاتن دنجام وان تقین دا 101 کادر و برپسن پدکی و یکی شهید بون و 246 کس جبرین دار بون و روزیل پارک سامی عبدالرحمن یا هبلیری پیش مونومنت شهیدان وجدار بونا برپسن یکی و پدکی و خزبین شهیدان ری و رسمک هات اساس کردن دمرسیم دا نونرین ولاتن بیانی جی آمده بون هر وا جگری سکرتاری گیشتی یکی کستایت رسول و برپس پولیت بیرو پدکی فاضل میرانی پور باقی گلادانینه بر مونومنته سرکتی ریم کردستانی داخلی که نویسکی دکل سرمال پرا فرمی و هاتیه و شاندن راگیاند که پیشمی دو دستباتی سرکی ریم کردستانی مسعود بارزانی باجاروکی پیرمامی یا گریدای هولیری پیشوازیل وزیر برونیا ایتالیا روبرتو پینوتی و شاند که پیرا کرد گوری داخلی جوینی وزیر برونیا ایتالیا روبرتو پینوتی پسنا ویرکی و قیرمانتیا هزا پیشمرگت شهر دژی تروریست دایش دا و رزاخا و ولات خوشبو قربانی دانا هزا پیشمرگه نیشاندا روبرتو پینوتی خیا کرن ایتالیا شناسی و یکی دیگه که هفکاریا هزا پیشمرگه کریه پینوتی بحثا رولو ایتالیا دو پیمانیا نادولتی دژی دایشی داجی کرد دبشه که دنیا جوینی دا وزیر برونیا ایتالیا سروک هریم کردستانی را بحثا سردان خوا کرد و درباره آرمانجو سردان خوا یا با عراق و هریم کردستانی دا آخوی داخلی درواتی گوتن که سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی جی دوی جوینی دا سپاسیا گل حکومت ایتالیا کریه که شهر دژی ترور دا آلیکاریا گلی کردستانی دانه سروکی فربانگه تکنولوژی و زانیاری یا جواتا وزیران هیو افرندی را گیاند که در کتولی که هنک فرمانبر شپینج جینج دا معاش ورگرتنه هیو افرندی دا خفتن خدا گوت دما تومرکنو ناوی معاش خوران دا هنک رفشن گندلی اشکره بون در کتولی که هنک فرمانبر شپینج جینج دا معاش ورگرتنه بریار پشتی تمام بونا تومران آواند سیستم بیومتری دا ناوی همو کارمند و معاش خورن که گندلی دکن واره اشکره کرن دجوینا جوات وزیران یا حکومت ریم کردستانی بن سرکتی سرک وزیر نیچیروان بارزانی و جگری سرک وزیر قوبت طالبانی دجویا دراپورت که جوین دهات راگیاندن که حتی نا نزدیک 789,000 کارمند و مشخار ناوی خود سیستم بیومتری دا نویساندنه دجوین دهات زانین که افکسین حتی سری می آدار 2017 ناوی خود سیستم بیومتری دا تومر نکنده ماشین وان بین سکناندن لی پلیس و هزین اولهی دجی به بریارینه هریم کردستانی 1,400,000 معاش خور همه ادریس بارزانی کاری ملا مصطفی بارزانی نمر سیویکی 40,978 روجلات کردستانی کوچا داوی کرده بود هر وا سیویکی 30 سالش سر کوچا وی داوی را در باز بود کاری ملا مصطفی بارزانی نمر ادریس بارزانی 1943 دا کردستانی سردم شورش بارزانیان ده هاتیه دنیای گل محبت خود چه محبت و روجلات کردستانی بجید به هر وا پشتی کبره کردستانی بلاف ده بج نچاری گل محبت خود بو بغدایت و گوستن
پشتی که ملا مصطفی برزانی نمر سوویتی بدگره او تی کردستانی او جی بری خود ده کردستانی او تی جنباوی خو ادریس برزانی شهر آزادی کردستانی دا تایبت شوریش ایلونی دا رولک مزن ورگتیه او دستنا هندرینی بدستی وی هاتیه تو بار کرن هروا ادریس برزانی بو آوابونو برای که نشتیمانی جی گلک هفل دایه او بسرکتیاوی امام جلال سکرتاری گیشتی یینکی پیمانین آشتی هاتنه دانین ادریس برزانی مروه که گلک زنان او سرکفتی بویه هروا رولوید نو پشمرگین دا گلکی مزن بویه ادریس برزانی تسیویه که 40,987 دل بجاری اورمی یه رجلات کردستانی کوچا داوی کریه پشتی شوریش گلانی 1909 که بری او رسمه تایبت ترمین ملا مصطفی برزانی و ادریس برزانی بو هریم برزان یا باشوری کردستانی تی وگوستن پارلمانتوی عراق دژی بریار سروکی آمریکای دونالد ترامپ دخواست ندانویزای بو ولاتین آمریکای پسند کرد. اندام کمیسیون کاروبارین دروا یا پارلمانتوی عراق اعلام حسینی دیار کرد که دوی ارکفتن استراتژیک یاد نوبر عراق و آمریکای جنوب به آوا کرند. اوی دا کفشی که بریار ترامپ خمگینی تماشه دکن افراد دکن کل گل ولاتین عراقی دوی آوایی سرداری واره کرن و وانتی خن ناو لیسته اندام کمیسیون کاروبارین دروا یا پارلمانتوی عراق دست نشان کرد که هروا دبریاری دا بانگوازی بو آمریکا اتوی کرن که جاره کردن بریار خوا کنترل بکن. پارلمانتوی زیدی یا پارلمانتوی عراق بیان داخل جبر بریار سروکی آمریکای دونالد ترامپ یا قدر کردن بیزین نکاره بچه آمریکای او خلط خویا که دستگاهی که آمریکی پیشکشی ویده که ور بگره. اوفیسا را گیاندن یا پارلمانتور کرد ازیدی یا پارلمانتوی عراقی ویان داخل دخینی که دا نویسکی اشکره کرد که خلط دام نتوی یالانتوسش برخبات پراستن مافی مروان جبو پارلمانتور کرد ویان داخل هاتیه داین هات را گیاندن که مرسیم داین خلات به 8 سبات 2017 در واشنگتنی یا پایتخت آمریکا وار درخواستن لی پارلمانتور ازدی ویان داخلش بر سدم بریار ریبریار دونالد ترامپ یا که چوین ولاتین 7 ولاتین مسلمانش بو آمریکا قدغه کریه نکاره هر آمریکای او خلات خواب بستینه بایلوسی بری آمریکا العراق زلمای خلیلزاد درباره بریارانو یا سروکی آمریکا دونالد ترامپ یا راگرتن ویزا جوالاتین عراق و 6 ولاتین ین رجلاتا نوین دا راگیاند هیویاوی ابو که اف بریار کردستان و عراق خواه نگرده با خلیلزاد کردستان بیش چارا گود دوی کرد وی یکی بزانه بکو اف بریار راست راست نش بوانه تیوی که اف بریار باندور السروان جدیگه لی دوی اف بزانه که ریوی بریار نو یا آمریکا گلکی سر پرسو تیروری دنرخینه سروک ترامپ جی دمو البجارتنه دا سوزا که وی بریاری بستینه دابو هروا خلیلزاد اشکره کرد آرمانچ وی بریاری ابه که بزانن کیت آمریکا و اف کسین تین آمریکا نگفن سر اوله وی ولاتی بایلوزی بری آمریکا العراق زلمای خلیلزاد گوجی ویو من ابو که اف بریار کردستان و عراق الخواه نگربا اجبر که کرد هف پیمانی منه چولستان نوورست عراق گوره که کمی کردان آتا دیتن که زیدتری 600 کسان دوی گوری داغتنه رشارتن نوچه دیوانی یا عراق سروکی عشیرت جن ظلام و زاروکی کرد خستنه نووی گوری اف کسی نووی گوره بکم دانه کردنش آکری و برزان کد سال 1975 شالی رژیم بواسی و هاتنه و گواستن تی گوتن اف کرد 3 سالان لوی چولستانی هاتنه را گرتن و هیدی هاتنه کشتن لی هنک جوان جی به اسکنچه آزار و برچیتی هاتنه کشتن تنی پشت دو هفتیان دست کربون دونالد ترامپ و که سروکی آمریکای هزین هف پیمانی بسروکتی آمریکای آلی کارین سربازی شیزین سوریه دموکراتیک را شاندن و چکین گران ریکرن روژاوای کردستانی لگور آگویان که واشنگتن که سروکتی هف پیمانی نا دولتی دجی دایشه دکه چند کاروان چکین نو و گران بو شروان نزده شاندن روژاوای کردستانی بدف که هزین سوریه دموکراتیک اف آگاهی پشتراس کرد و سشمی سیویه که چلی دخینی که روژدوانی دارا گیاند هف پیمانی نو دولتی یا بسروکتی آمریکای چکین پیشکفتی شیزین وان را شاندیه هر واجالی که دن واهن چفکانی بسا به یکی دکن که شاندن آلی کاری نو ین لشکری بو حسده و یکی نشان داده که ریبریو دونالد ترامپ جی دل سر پیشکری حسده و یه پگی بردوام به آمریکاش بلی که همهنگی پسیدی را دکه او آلیکارین لشکری جوان را دشینه بسندان لشکرین خوش شاندن روژاوای کردستان و الهریم جزیر کوبانی و منبیجی چند نوندن لشکری وکرنه هزین سوریه دموکراتیک نزیکی سیمه برینا اپراسیون کنترل کردن رقای دست بکرد و حتی نها روبرک بفرش دست چکدارین دایشی درخستنه و نزیکی نوند باجاری رقای بونه دو اپراسیونی دا 8 هزین جدا و 30,000 شروان بش دارن
همین دمی YPG داخلی دا رد کرد که آمریکای چک اتومبیل لشکری و 15 جوان را شانده به. سیویکی چلی بردف که هزین سوریه دموکراتیک که یکی ناین پراستان گل پیشنگی آورده که داخلی روزنامه‌نگاری داره گیانده بود که آمریکای هزین پیمانی نادولتی جوان را چک اتومبیل لشکری شاندن روجوای کردستانی. هنه میدیا و دزگین را گیاندن هاتو بگوتن که اف چک و اتومبیل سربازیش بو YPG هات نشاندن و YPG جی اف آلیکاری نوین لشکری ورگرتنه. السروی مجاری YPG داخلیک دا و را گیاند که وان تجوره چک اتومبیل لشکریش آمریکای ورد نگرتیه. بردف که یکی ناین پراستان گل ردور خلیل سرهجمار خواهیات تورا پیوندین جواکی بلاف کرد. دما داوید هینو چه هاتنه بلاف کردن که هت پیمانیا ناو دولتی یا دژی دایشی چک اتومبیل لشکری بارهلگرین لشکران را دست YPG کرده. ردور خلیل اشکره دکه که اوک YPG وانو چین رد دکد و وان تجوره چک و اتومبیل لشکری شهر دژی دایش دا ورد نگرتنه. دوشمی چند پارلمانتار و برپرسن HDP ریببری بجیشکی دادا استانبولی سردون افسروکی شهرداری باجوری مزن یبردینی احمد ترک کردن. رفشا تندرستی افسروکی شهرداری باجوری مزن یا مردینی احمد ترک نباشه الگوری آگاهی کتین بلاف کردن دنوا وان دروژن بهری دا دخشاوی زیده تربیه هات را گیاندن جبر تکچولا رفشا تندرستیوی احمد ترک را کرد نخشخانای. پشتی بلابون آگاهی درباره خرافتربون رفشا تندرستی احمد ترک شانده که پای یا پارتیا دموکراتیک یا گلان سردان وی کرن. پشتی سردانی پارلمانتار HDP سری سوره اندر داخلی که دا روزنامه‌نگاران را گیاند. احمد ترکش باجاری خارپتی و بود خشخانای هات وگواستن و پشت را دیساج بوگتگی هات بریکرن. پارلمانتار HDP انقری دا کفشی. رفش احمد ترک دیالک جدای و پیوسته اویک وار برچاف گرتد. او کساتیه که هموش یان خواب و دموکراسی و آزادی دایه و نشتی پروره کی کرده. وی آوایی سرداری کرن الگل بریس احمد سبقاتی کردن بنرخن بکواجیانی و آشتیه. هفسروک HDP فیگن yüksek dak رونشتنا دوزا کشبر آخافتلک ویال پرسوسر های لیهاتیه بکرن گوت از هیچی دوف آخافتنا خوابه کر اج وی سوجیتیم دارزاندن دوی از بسرک وزیری وی دمی داود اغلو و سر کمرجی بین دارزاندن. yüksek dak 23 سال 2015 برسیف دابو گوتنا HDP پشت خود ده پارتین تروری جبو کسین که هیچ فهم نکردن ام جارک دن دوباره دکن. ما پشت خود دای روجاوا کوبانی ما پشت خود دای YPG YPG و PD ین کل دژی هویتیا دایشی تکوشید امروی دکن و ما پشت خدای گلی هریمه. سروی آخافتن سردوزگری رهای yüksek dak توان پروپاگاندا رخصتن کریه و اندامتی رخصتن تروری یا چکدار سوش دار کربو. هفسروک HDP فیگن yüksek dak دیار که قدام کوبی اب آخافتن کریه PD و YPG وکی تروریست نداد قبول کردن و وا بردوام کرد حکمت و PD نابر خدا بازار کردن. سروکی هزا سیاسی یکش عالی دولتی و وکی رخصتن تروری تبناف کردن سال مسلم به دمیل استانبولی هاته پیشوازی کردن. درباره پارلمانتار HDP ین رهای دیلک اوجالان و ابراهیم آینان دا بریار بنجاف کردن هات داین. دوزا پارلمانتار ابراهیم آینان کشبر نویسین تورین جواکی هات بوده کردن دادگاه جزای گران یا رهای دا بردوام کرد. همان دادگاه دوزا که دن دا به همان سردمان درباره پارلمانتار رهای دیلک اوجالان داجی بریار بنجاف کردن دا. دیلک اوجالان خارج ریبری پککی عبدالله اوجالانه. دنگ و باسین جیانی وزیر دروازه روسیه سرگئی لاوروف در هفته خواهی فورم ابودابی امارات عربی دا گفت روسیه ترکیه و ایران مکانیزم که کوردیناسی آوا کردن. این مکانیزم ایدل سوری شپاندن یا اگر بسته دکه سرگئی لاوروف به دوامی هفته خدا گفت ال سوریه بگیشتی پیمان اگر بسته دومه البته نووی پیام رژیم اگر بسته رخصتن تروریستی داعشی و نووی چید به بلابه به النصراجی جی ناگرن. اف نیرین تهدیدن آستانه داجی به اوایک زلال هات سراست کردن. هروا وزیر کارندر و روسی سرگئی لاوروف گفت ام آمدن که پلان هریمن اوله ین جبو سوری ین ریببری سروکی آمریکای دونالد ترامپ نقاش بکن. لاوروف باجار ابودابی یا پایتخت میرگین عربین یک بوش بو روزنامه‌نگاران آخوی و سرپرست درباره پلان هریمن اوله یا ریببری ترامپ دا گفت دوی ریببری دونالد ترامپ پلان خو شدتر بکن. الگوری وان فهم کردی آمریکای بهتر هر تشتیش بو کم کرده هجمارا پنابرن بس هریمن اوله دکن. لاوروف دیار که آمدن فکر ریببری ترامپ گدار بکن و وان نقاش بکن. حکومت سوری هر حوله که بو دامزراندن هریمن اوله سر آخوی ولاتی رد که حکومت سوری دوشم سیچلی سر زانیاری درباره آوکنا هریمن اوله ناب آخو سوری دا بسیب روسیه و آمریکایی دا
حکمت سوری دا خیا کرن بی همون هنگیل گل شامی هر جوره هولن مبست دمزراندنا هری من اولاد نو آقا سوری بمپکرنا سرویریا سوریه سرک آمریکای دونالد ترامپ هفته بهاری دخواست وزارت بروانی آمریکای کرد که همون هنگیل و هفکاریل گل وزارت درو یا آمریکای پلانه که بود دمزراندنا هری من اولاد نو آقا سوری دا آمده بکن ترامپ دخواست کریه پنتاگون و وزارت درو یا آمریکای و پلان نو نوتروژان دا آمده بکن اجالی که دن و روسیا آمده بونه خواب بو هفرا کاری کرنال گل آمریکا و هف پیمانیا ناف دولتی بو تکوشیل دجی تروری ابتایبت دایشی ناف آقا سوریه را گیاندیه وزیری دربای روسی سرگئی لاوروف را گیاندیه موسکو و واشنگتن دکارن سوریه تکوشیل دجی تروری دا آلی کاری هم بکن شیورمند آلمانی آنگلا ميركل بريار سرکی آمریکای دونالد ترامپ نداینا ویزای بو ولاتین هفت ولاتین مسلمان رخ نکرد. آنگلا ميركل سردن خواهی با سوید دا پایتخت وی ولاتی باجار استکهلم سرک وزیر سوید استفان لوفر را بجداری کنفرانسا چپمنیه بو. ميركل دوی کنفرانس روزنامه‌نگاری دال سر بريار ترامپ یا قدغه کردن در بازبون ولاتین هفت ولاتین مسلمان و هروا کوچبرن بنا آخا آمریکای آخوی او را گیاند. دتکوشیل دجیترو دمروب نکارل نجات و باوریان مزبکه. ميركل گوت گور رنگ نجات و باوری مروان تکوشیدن دژی روی نای مشاندن. آنگلا ميركل بالکشان در سرگرنگیا ریکفتن ترکیه را یا درباره کوچبرند او دیار کرد. کدوی ریکفتن که بویرنگی مراکش و مصر راجی بیکرن. سرک وزیر سوید استفان لوفن جیل سربریار ترامپ آخوی او اشکره کرد. کو اف لمبر بریار ری بریار نوی آمریکا در گرانن. استفان لوفن گوت بریار که خلط و خمگینه. قدره که سرکی آمریکا دونالد ترامپ وانی بندر خال سرولاتین دو آلیین اروپایی نشان داد. دوی زودترین لجبی بریار خوا بگیرن. شیرمند آسایش نتوی آمریکا میشل فلین رخنین تندل جرباندن موشکی ین وی داوی ین ایرانی گرد و سروان جرباندن هشیاری دا تیرانی. میشل فلین را گیان جرباندن موشک فالیستیکش علی ایرانی و تایبت دوان دمین داوی دا بمپکرنا بریارین انجمن آسایش نتوین یگرتیه. فلین داخیه کرن کارین وی داوی ین ایرانی و که جرباندن موشک بالیستیک او یریش کرنا سرگرمیه که عربستان سعودی علی چکدارین حسی ین یمنی و که ایران پشگریاواند که دن نشاندن که ایران دژ سعودی و آمریکای و هف پیمانین وی چالاکیه دکرش برویجی ریبری ترامپ وان کریارن ایرانی شرمزار دکه دما کامپانین خواهیلن بجارتن دا سرک نایی آمریکا دونالد ترامپ را گیانده بو که اگر تل بجارتن دا سر بکه و که سرک دست کار بکه دیب سیاست که جدا یا ریبری اوباما سردریل گل ایرانی بکه سرکی آمریکای دونالد ترامپ جی پشتی دخینیا میشل فلین و برپس دنیا آمریکای هلبست خال سر ایرانی اشکره کرد. دونالد ترامپ سر حساب خواهی تویتری را گیاند واشنگتونی فرمی حشاری دایه تیرانی. ترامپ گوت مب فرمی حشاری دایه ایرانی دوی ایران سپاسیا خوده بکه که آمریکا او ریکفتن خراب پیرا امضا کریه. مبستا ترامپ امضا کردن ریکفتن ولاتین 5+1 و ایرانی سر برنامه اتمی یا ایرانی که سال بهاری پشتی دارستاندن به فرحت عالی گیشتن ریکفتن که الگوری اوی ریکفتن برنامه اتمی یا ایرانی هات سینودار کردن و بشک دو پرچن سر ایرانی هاتن را کردن. ترامپ هر وقت توییت کردن دا گفت ایران سرکتنه بو و آمریکای آبوریا وی وجاند. آمریکای شانس سکنو دا وجاندن آبوریا ایرانی هر وقت آمریکای 105 میلیارد دلار دا ایرانیش بو وجاندن آبوریا وی. سرکمری کمرا اسلامی یا ایرانی حسن روحانی رخنل سیاست سرکی آمریکای دونالد ترامپ کرد و اف بنزانی سیاستی بناف کرد. حسن روحانی دا خفتن خواب تلویزیون فرمی یا دولتی دا دیار کرد که ترامپ سیاستی دا نویه و جیانه که دنتی جیانا سیاسی جویرا نویه و دی دم بگره حتی که فیر ببه اف جی دی بلاین بین سری آمریکای کمرا اسلامی یا ایرانی یک جوالاتنه که آمریکای قدغه ویزای دانیه سر حوالاتین وی ایرانی جی دیار کرد که همین آوای دی برسیوا آمریکای بده. هر وا ایرانی برسیوا دخینین سرکی آمریکا دونالد ترامپ و چند برپرسندن ین وی ولاتی دا کشبر جرباندن موشکی یا روزا یک شمی رخنه این طولت تیرانی گرتبون و حشاری دابون برپرسند ایرانی. شیورمندی پای بلند ریبری کمرا اسلامی ایرانی علی اکبر ولایت پیشمی دخینی که دا برسیوا حشاری ین برپرسند آمریکای دا او گود گفین آمریکا ین درباره جرباندن موشکین بالیستیکش علی ایرانی و گرنگ نینن او تکس کرد که تیران تگرنگی ناد وانگوتنان. شیورمندی ریبری ایرانی دستیشان کرد که افدی سر بردمای خواه یا موشکی بردوان بن و گوی نادن گوتن و گفن برپرسن آمریکایی. جوات سیناتوران یا آمریکی چهارشنبه بربجاری ریکس تیلرسون یاش بو وزارت دروا یا آمریکا پژراند. دنگدانی دا 56 سیناتور دنگی اری دا 46 گوت نا.
سروکی آمریکا دونالد ترامپ دما تیلرسون وک بربجری وزیر دروا نشان دا بود دیار کربو که اف دی بالا خوب ده سر برجیواندین نتوایی ین آمریکا خبات کار و نرین وی ین کور ین سر کشین ژئوپلیتیک دکه که اف به وزیر که پر باش ترامپ سر تیلرسون گوته بو هجای گوتنه که تیلرسون سروکی بری ی کمپانی پترولی ی اکسن موبیل بو او وی بگلک دولت جیانی پیوندین باش آوا کربون دموکراتش بر پیوندین وی ی نزدیک یال گل سروکی روسی ولادیمیر پوتین دشبریل وزیر بونا تیلرسون دکرد سرکوزیر آلمانیا آنگلا ميركل و سرکومر ترکیه رجب طيب اردوغان بشمل انقره جیوان کرویترسی اف جیوین و کشنووا باشکرنا تکلین هر دو دولتان شروعت کرد ميركل و اردوغان پشت جیوین کو 3 ساعتان دومان داخلی که پردان چپامنی و پرسین روزنامه‌ان برسیواندن آلمانیا جناب دهن دولت روزنامه گمان دکن که اردوغان هفلا دربه دکه سده مسرکه یا بیدن کردن اپوزیسیون ترکیه رو دست کو برفرندوم سر گوهراندنا هن خالین قانون بنگین اردوغان خواهی دستلاتی زیده تر بکه لی اردوغان داخلی ميركل را اپوزیسیون بدروان توان بار کرد تشتی که اپوزیسیون سر پرگالو سرکواتی و بشارتنا سرکامری دیبیشن دوری راستیه نه دارزاندن ری برنجی دناف دا همو هز دی کارین خواه بابایی که سربست بمشیدن اردوغان گود گدارین هیجا او بو بشتن دنگ و بحث نفتی که شر 4% کردستانی و کردن دیاسپورا هروا نوچین نونتوی جوره که دن نفتیاتی دیسال سروی نوونوشانی امی راستی هفبین اما دکار او رو برای برنامه دنگ و بحث نو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی نیشمیاتی بمینت خوشی اسلامتیه دا